همه چیز از روزهایی شروع شد که کمبوجیه نه یک شاهزاده جوان بلکه مردی کامل بود. مردی که سالها کنار پدرش کوروش بزرگ زندگی کرده بود و هم تلخی فقدان مادرش کاساندان را چشیده بود، هم فشار مسئولیت‌های سلطنتی را. در سکوت راهروهای سنگی پاسارگاد قدم می‌زد. هال‌های بلند، نقش‌های برجسته سربازان هخامنشی و شعله‌های مشعل، همه چیز یادآور این بود که او تنها یک شاهزاده نیست، او وارث دنیایی است که با قدرت ساخته شده است. شبها اما متفاوت بود. وقتی همه چیز آرام میشد و مشعل‌ها سایه‌ها را روی دیوار می‌رقصاندند، کمبوجیه ساعات طولانی را با گزارش‌های مرزی، مالیات‌ها و نامه‌های ولایات دوردست می‌گذراند. چهره‌اش سخت شده بود، اما پشت این سختی خستگی و نگرانی مردی دیده می‌شد که می‌دانست یک روز همه نگاه‌ها به او خواهد بود. گاهی از کنار اتاق یادبود کاساندان عبور می‌کرد، چند لحظه مکث می‌کرد، نگاهی آرام و سنگین به آن اتاق می‌انداخت و بعد مسیرش را ادامه می‌داد. او هیچ وقت درباره مادرش حرف نمی‌زد، اما همیشه می‌گفت که هر تصمیم مهمی را انگار در حضور او می‌گیرد. روزها می‌گذشت و فضای دربار در حال تغییر بود. کوروش آرام آرام کمبوجیه را وارد هسته تصمیم گیری می کرد. در اتاقی خصوصی کوروش مهر شاهی را در دستان پسرش گذاشت، نه به عنوان انتقال قدرت بلکه آزمونی برای آینده. کمبوجیه در جلسات فرماندهان نظامی حضور پیدا می کرد. نقشه های مرزی را توضیح می داد و بارها نشان داد که نه تنها از جنگ می داند بلکه سیاست را نیز به خوبی درک می کند. کوروش برای آخرین بار آماده نبردی بزرگ شد. شب قبل از حرکت کنار آتش نشسته بودند. کوروش از آینده گفت، از اداره کردن مردمان گوناگون، از خطر قدرت و از اینکه پادشاه باید اول خودش را بشکند بعد دشمن را. صبح روز بعد کمبوجیه در بالای دژی سنگی ایستاده بود و میدید پدرش با سپاهی عظیم از دشت فاصله میگیرد. گرد و خاک برخاسته از سم اسب‌ها، محو شدن تدریجی پدرش و احساسی که بیدلیل قلبش را سنگین میکرد. چند ماه بعد در روزی ساکت سواری خسته و خاکالود وارد پاسارگاد شد. خبر کوتاه بود و ویران کننده. کمبوجیه آن شب دیگر همان آدم قبلی نبود. او با سرعت از میان دشت‌ها، کوه‌ها و بیابان‌ها گذشت تا به پدرش برسد. اما وقتی وارد چادر فرماندهی شد، تنها چیزی که دید پیکری بود که دیگر نفس نمی‌کشید. چیزی درون او شکست، اما فرصت برای گریه نبود. جسد کوروش با شکوهی بی‌نظیر به پاسارگاد بازگردانده شد و کمبوجیه کنار تابوت پدرش در میان مردم سوگوار قدم میزد. او نه گریه میکرد نه سخنرانی، فقط نگاهش همه چیز را میگفت. اما مرگ کوروش آغاز بحران بود، نه پایان آن. در دربار نجواها آغاز شده بود. عده‌ای به او شک داشتند، عده‌ای میخواستند قدرت را تقسیم کنند و عده‌ای دیگر اصلا نمیخواستند فرزند کوروش پادشاه شود. کمبوجیه مجبور شد وارد اتاق شورا شود، جایی که بزرگان نشسته بودند. نگاه‌ها تند بود، حرف‌ها سنگین و هر جمله شمشیری پنهان. اما پیش از اینکه بحث بالا بگیرد، آتوسا خواهرش وارد شد. با صدای آرام اما قاطع گفت پدرمان انتخابش را کرده بود. پادشاه بعدی کمبوجیه است. آن روز دربار سکوت کرد. بعد از آن کمبوجیه خود را برای وارث واقعی شدن آماده کرد.
در مراسمی باستانی بدن را با آب مقدس شست و در برابر آتش ایستاد و سوگند داد که از راه پدرش منحرف نشود و سپس لحظه‌ای که همه منتظرش بودند فرا رسید. صبح تاجگذاری، خورشید روی ستونهای بلند کاخ پاسارگاد می‌درخشید. دشت از مردم پر شده بود، پرچم‌ها در باد می‌رقصیدند و صدای طبل از دور می‌آمد. او در برابر مردم ایستاد و به آنان گوشزد کرد که عدالت را عین پدرش در سرتاسر این سرزمین برقرار می‌کند. او برای اولین بار یک فرمان سلطنتی صادر، امضا و مهر کرد. او خود را برای تاجگذاری آماده کرد. میان مردم و سپاهیان با قدرت قدم برمی داشت. سرزمین حال و هوایی عجیب داشت، گویا تاجگذاری کوروش کبیر برای دومین بار بود. کمبوجیه پله‌های سنگی را بالا رفت، زره طلایی، شنل ارغوانی، چهره‌ای آرام اما مصمم. وقتی به بالاترین سکو رسید، کاهن اعظم تاج هخامنشی را برداشت و روی سر او گذاشت. جمعیت فریاد زد، پرچم‌ها بالا رفتند و صدای ده‌ها طبل آغاز سلطنت پسر کوروش را اعلام کرد. کمبوجیه در برابر هزاران نفر ایستاده بود، اما در فکرش تنها یک جمله میچرخید: پدر، از امروز ادامه راه تو با من است. و این گونه کمبوجیه دوم، پسر کوروش بزرگ، شاهنشاهی را به دست گرفت، نه با جاه طلبی، بلکه با باری سنگین که از آن شب تاریک تا روز تاجگذاری با خود حمل می‌کرد.